صدا و رز از رسول گلبان پشکا دو برنامه یا با بدیسک خدمت ودانه پیچی که همش نسر برنامه خو لازم دو خالان از را دستی و بینرین هیجا بکن یا اولی ما ده برنامه یا با بدیسک دیگر هیچ کسایتیه که چه گلی و گازنده و کیشنینن هر کسایتیه وقت تا که کس با مجی ریزه و احترامیه لی ام ده برنامه یا با بدیسک دیکریار یه سیاسی جواکی و مدنی دانین ترازوی رخنه دا یا دوی او کسی این که نوعی وان ده برنامه یا پیش دهاتی چه وقت تا که کس چه وقت کوم 40 نفره یا انتخابات چوی دکارن گلمه دا پیوندی بگیرن او داخوازه بکن دا برنامه که همه دا بشدار بن او مافی وانه او تو کس نشید لوان بستینید او اون او پشکار دویا برنامه یا بابدیست که به پیشکشکاری یا هر دو همکاری من مسعود ابراهیمی و حاکم جهانگیری لگل ریز و سلاو و حرمت دی بو همو بینر می عزیز هر وکی و بشا چویی یا ویدیو با بلیس که دید من سر روشنبیری آن روشنفکریه قصد کرد مدگو روشنفکر کنه و روشنفکر چنه و چتکن من جواکا خود او برنامه بو آگاهی بخشی و زانی زیادتره جواکا خو و جماعت خو دوست و حوالی خو او شده کریه ایروجی ام هاتنه و بشا برنامه دا گو جنبندی اکل فایل چویی خدمت و ارائه بدن و بیجید باشوی هنده امه بین سر موضوع و مجارا چویی باخوین بزانین چند گوتن ما بخواه رخنه سر هیا و ام چندشن و آخوتنی و بحثی ببنه پیش از وی بشید دخوازم آقای جهانگیری کاکاکام عزیز که 4 نظریه و دیدگاهی دی بو ما ارائه دابون لجنبندی ها فایل چوی دا بو ما بیجید که او 4 دیدگاه و 4 نظری که ما بشا چوی دا بحث لیکری چه بونه؟ گلک سپاس بله مده برنامه با بلیس یا چوی دا ما بحث 4 فیلسوف نویسکار یان روشنبیران کرد یک اوان گرامشی بو گو او فیلسوف یان جواکناسه که خلق ایتالیایی بو اوه دو روشنبیر جهت جدا کرده بون یک اوان سنتیان مکانیکی بو و اوه دیجه پویا یا ارگانیک بو و نیرینا تایبت یا گرامشی سر روشنبیر پویا یا ارگانیک بو و روشنبیر دویه که ما بحث کردیم سر راستان سیرایت میلز بو اوجه تینیت روشنبیر در روشنبیر وابسته و مستقل دابشت کرد یعنی روشنبیر که گریدای کمکی یا چند شخصانه یعنی روشنبیر که سر بخواه و سر مافی گل داخل یا شولد که روشنبیر سیه که من بحث کری الوین گوردنر بو اوجه بحثا دو روشنبیر کرد یک که طبقه گرا یعنی گریدای طبقه که تایبت و کم بیشن آقا یا سرک عشیره یا طبقه که ماموستان آینی یه دیجی که افت بیجید روشنبیر عام گرا یعنی مافی خلقی یه گشتی ده پاریزه و روشنبیر چاری که ام سر راستان ادوارد سعید بو نویسکاره که فلسطینی که اوجی تینید روشنفکر یا روشنبیر را دو بشان دا جهت جدا کرد یکی داد بیجی که روشنبیر دبید حرفه‌ای بید یعنی پروفشنال بید بشا دیوی داد بیجید ما روشنبیر هیا که آماتوره یعنی او ارک او رولا که روشنبیر دوی بلایزید او نشد بلایزید و موها دست بکر و امهات ما چند
خالین کو اوان بحث کرنه و اود بیجن کو روشنبیر هری راستین دوید اف تایبەتمەندیانە هەبن ئەم سەوان ئەمڕۆ ما بحث کرد متخواست از بیش متا مثلا کی اما فایلی چوی دا که گوام گود مثلا کی پشتا شرکاتا کرن انا بجو مثلا کی اما گلک گوتن پاشوی فایلی و پاشوی آخوتنی چی بون که بوچه روشنبیر بوچه اون سر روشن فکر را راستانه بوچه اون بیجن روشن فکر بوچه اون سر وی مجارت آخوان جاست هست کم اول لطا بپرسم که ام پیش تا یک بون بوچه ما پر روشن فکر را شروع کرد راستی آرمان جا ما جبو یعنی بکار آنی یا دست بگیرن برنامه بناو یا سر روشنبیر رو او بون کو با ولیس که باوری به تشتی هایی که ده جواکا ما یا اولمی دا جواکا کردی دا مسه احرام فشار هنه یعنی مسه حیث هنه که باندور دادن سر جواکی سر خلکی یک اوان روشنبیره یه دوی ارباب یا آقانه و یه سی ماموستاین آینی نه یعنی او حسی بشه او حسی جاد به او حسی هیزه باندور هری مازن سر جوا که هنه او من خواست که هم بین جو خواه دست بکن جو کسی که چون از زانینگه جو کسی که خاندوانن و مهارت های پیویستی یک تشتک لزانینگه فیر بونه یعنی تدبیجی همه بشیدی دا بشنه سرا آقا و ارباب و ماموستای اولیجی و که هیز این جواکی البته همه دریزی دا همه بحثانه دانان همه سرا هستن انشاءالله امدوشین پش برچاو که زور جور و جور دا بر خدا نوی بحثه امدوشین پش وان برچاو که جور و جور دا گلک معنا و کار کردیدی با روشن فکریه بیشین گلک پرسیار تینکرن و گلک پرسیار دشین هبن سر وی هنده که راستی برسا وی هنده که روشن فکر کیه و روشن فکر چیه بیتا دان لی بله ام سر وی باورینه که برسا که تنه بو تشتی چنیه که بشید همه دنیای جی داگیر کرد و بو همه دنیای بیتا یک لی بر وی هنده بو تایید یان بو رد دا گلک لوان تعریفا کل منابع مختلف تا سر روشن فکریه یا تعریفا روشن فکریه هاتنه کرن ام تین سر وانه بحثه دکن و قراره ام ایرو گل میوانی خوی بریز اوانه دان نه آستا آزمایشو وی تستی دکو کیش جواب دشه جواب باش بو جواکا مبید ایرو ام لخدمت دکتر کامبیز تندرست چالاکوان سیاسی و جواکینه و لگل برای خوی هجایدی دکتر کریم فرجی دیروک ناستانه از دخوازم ل بحثا سرکی یا اول دا نظر آوان هر دو برزانه کو فایل ما یا چوی دیتنه لوان بپرسم کو نظر آوان لباره کلیت بحثا ما یا چوی چیه دکتر تندرست کرم که سیدیکن سلامی بود تا بینری تهیه جور کرده خدمت برای که خواه بجون البته از زیدت شهروند که سیویل دزانم ها چالشان سیاسی بران خانم زانم ولی خب به عنوان شهروند که سیویل و به عنوان کسی که خب از تحصیل کرده و دانش آموخته رشته علوم انسانی نه و زیدتر بو کسی که مدقدقاوی تشته هیا سالانه اپرسانه مرد دینه پیش راستی اب برسه از دادیم کشکی گل حالا تشته که وکرد باسکی حالا شاید از فکر دکم فاصله که کیم حداقل هبه دیدنا من حالا البته بحث روشن فکری بحث علمی های زانستی های یا کوملناسی های خب حوالی مگه دانش آموخته به رشته هم ندکنن دکتر جان بورد مسکو خوراک چی در نوید؟ سر ببورم عرض به حضور با سوالا که اگه هم هستین واری زانستی در واری علمی در برخواب نیده کسی که دانش آموخته به رشته های دکتر های جهانگیری اونو چیتر دکانم بیجن اما از فکر دیدیم حالا پیش نظام رخنک هم میرسه برنامه های چوی هیه نظام از رخنک خواهد کتایی بیجن دست بگیده بیجن خدمت برای که خواه بیجن خب حالا گلب مقدمه که کرد هستیم بیجن او رو نشتن نه دیدنام ده گلب باشن او قصد و نیت و انگیزه و باسکی خواهدش که گلب پیروز و بمباره که
و دکار گلا دستکوتی مازن گلا دستکوتی بمبارک بود ما و ملت ما و کومل و ما و جامعه ما هم و 100% و بس خواهد جیو خواهد تشکری تا و همکاری تا و همیادی که بود زحمت اون دکشنه زیادتر راستی انتظار هبو ام بحثا چویده سر وی جریانه یعنی سر نقش وی جریانه سر تعریف وی جریانه روشن فکری ام راستن فکر که کرده اون زود البته و باسو جریانی که بحث که اکادمیک که حالا خب مشخصه به فاصله زمانی در هندتی گفتن و بحث که اکادمیک که ولی اون گلازو چون اصلا مصادیقا گلازو چون اصلا مصداقا فکر کردی که این روژه جامعه آمدم زیادتر اندکان باسو جریانه بکن اصلا بزن کنی یا جریانه به صلاح وجود های هیا و اگر هیا چه مدلیه چه الگو که و چانکیه اولی دید همسا مصادیق و هرجی از فکر کردیم چون حوالی من که یک رسول فکر کردیم دست به برنامه ده بود یعنی وقتی برو امنوی کسی که دینن امده بی مافی جیره بندن آسکین که بی خب برسه خواه بده براونی خواه بکر دفاع خواه بکر هم بینه فکر کردیم دوبی هم بیشن چون هم جز آداب خوب به هر ما فعالیتی ها نکیده بحث دودیجی وقتی هم وارد مصداق آدبن هم کشی اصل به هر حال دور دکرنده زودتر فکر که من دور دکرن من زیادت سر خود اصل و جریان هم قصه کنیم باشتن یک برنامه چویی ده حالا هندک رخنم سر یک ده واژه کو برنامه قده هات استفاده کن سوان ها یک بحث روشن فکر نما از فکر کنیم بحث روشن فکر نما او واژه یعنی واژه که کو یعنی در واقع داوری که ارزشی دکن قصد و نیت و وی کسی کو عمد خونن خب برای اول داشتی که کو از فکر کنیم ها از نظر اخلاقی جی از نظر علمی جی درست نبا چون وقتی هم داریم مثال تماشاگر نما یعنی کسی که کو تماشاگر نپیشی پی قصد یا پی نیتی و حتیه وی درونش دیگه هدا فکر دی که من بحثا بو بحثم وده که فکر کنیم گله حالا به نوع برازنده نبود دبا هم بیشن جریان شبه روشن فکری هنر جریان شبه روشن فکری یا شخص شبه روشن فکر هستن اما بحث کردیم هم دکان سر دفاعی بکنم سر قصه بکنم ولی واژه روشن فکر نمای از فکر دکیم زیدنم حالا از پیشیدن نظام از ادامه قصدان خواست هر مثلا روشن فکری یا اونی گل آقای دکتری نظر بپرسن از خدمت بگم هم کلیت بارا فایل ها چوی بیدین جمعه بین سر سوال دویی و ادامه بدن پس از نظرم رو ببینین از فکر کنم خب روشن فکر چا که اکام جی پیشیده بود من جا که مقاله که برچه میکرد بود برای جامعه شناس کاتیه برای خودش 6 تعریف روشن فکری هر روشن فکری اینا هر پدیده که هر پدیداره که برای مفهوم که بینه سر بارکن واقعا امنو کن توای وجوهی پوشش بدن حوالت داشتی که برای وقت امنو بیجن 100% امنو کن پس ابتش تو امنو بیجن قطعا تعریف که کلی چند یعنی از فکر کنیم حالا بلا حوالی ما جای دکتر و رز جهانگیری بیجن از فکر کنیم یعنی تعریف که واحد مثلا بحث روشنفکری چند هر توای دمیده حتی عرصه اکادمیک در جمع یعنی امنو کن بیجن بینن خیچه که بکشینن بیشن اولا روشنفکریه او گفتمانه روشنفکریه و بغیر از بی گفتمانی دیچن چو یک اکام جی گوتی گلا تعریف روشنفکری دینه گوتن که اولا اصلا هم پوشانی نوید ولی دیدنامه در از فکر کنیم به حال نظر جامعه شناسی ما برخواب دیده به نوعی روشنفکری در واقع هم بینم یعنی به عنوان نقشه اجتماعی هم برخواب دیده کسی که ویده رونشتی برای نقش اجتماعی یا روشنفکری یا روشنفکر چی کرد؟ خب قاعدتاً تشتا کوهی همون فکر دکم روشنفکر شلوی فکر کردن و اندیشه کردن و اگه سطح که عرض که تولید و فکر و اندیشه خب یعنی محصول های بی فکر و اندیشه بی به اصطلاح داره ولی اوج واقعیتی که برای همون روشنفکر نه محتوا ده نه فرم ده بینا همونه و همون جریان روشنفکری جی بینا همونه نه جریان روشنفکری یا کوملامه یا کردی ده هیا خب قطعا یا سطح مثلا کرد ماستر ده هیا گل شاید گل ایران فرق بده یا ایران گل اروپا فرق بده و تازه جریان روشنفکری و ایرو روزی رولای نقشای کارکردای گل جریان روشنفکری و نسل چویی فرق بکنه
دغدغه جریان روشنفکری و حالا ما برخواب دوار تاریخی ده وقتی خب جریان روشنفکری از خواه به عنوان پدیده که مدرن برخواب میده بحثاش روشنفکری جریان روشنفکری هم برخواب میده هم بدون ساده 2018 دست بگیره واقعیت ماهیت و جریان روشنفکری هنگی یا قرن 20 یا 50 سال پیش یا 6 مثلا میلادی که اروپا ده هبو یا ایران ده هبو واقعا گل هم متفاوته یا اصلا خواه دغدغه کوی روشنفکر من یا مشروطی ایرانی ده هبو گل دغدغه مایی مثلا 40 سال پیش نهاده اگر دغدغه مایی که 100% یکی ولی تشتو از برخواد میده به عنوان ارائه همه سی معلفه خواه به عنوان به اصطلاح کسی که از حسیم رفشنبیر ناستیم سی خصلتی هم می‌بینه یک قاعدتا رفشنبیر یک شاخص معلفه که هم بکن روشنفکر ناستیم بحث نقد کرنه کسی که کن نقد دید معلفات دیگر یعنی دغدغه جامعه التزام اجتماعی و هم دغدغه و هم به نوع التزامای ه یعنی خواه شریکی به هر روز سرنوشت وی جامعه دزانه و سرنوشت وی انسان کوی کوملی در دژین جیره مهمه در واقع از روشنفکری پدیده که دیدم به نوع گل 3 نفر و 3 کسا در حق سکه خلاف برادری ماوی دکتر تندرست از معتقدم هیچ اشکال نینر مصادی قابینت دو متنکی علمی دا دو مصداق دو متنک علمی دا دو تحلیل کرد واقعا روشنفکر که آیا اوت کانتکست ها که هم تعریف دگن لحاظ متودیک روشنفکر مکسه کرد جامعه علمی دا جواب علمی دا از فکر دیگیم به هر حال تشته بومه حداقل بو جامعه مایه کلی حالا بجون میخوابون تشکه گلتگرم تازه تشکه تازه یعنی خب ریشای چنه نه معتقدم او فضا که او رو که جامعه علمی حاکمه او کارآفرین و کارگر سیاسی حالا اکتوریت سیاسی اگر جامعه رها کن شاید مسیرات جامعه طبیعی تر بید نه روشنفکر جامعه دبیام رها کن و جامعه مسیرها خوب چید او رخنام سر کارگر و کارآفرینیت سیاسی بون که تغلات کردن جریان روشنفکری که اولین تشتاتی ذهن ماده یا که هی نقد قدرت سیاسی یعنی قدرت سیاسی حتما نقد کرد وقتی بوی جز قدرتی چوی جز قدرتی خب به نظرم بید مثلا بروکرات بید جزوی به اصطلاح وی قدرتی وقتی تا متن علمی دادن نوع اینا خب دبیا به شرط که فرصت بهتر دان که امجی گودنت خود چیتر بیجن تازی و گود نگود اما فخر رازی او گود نگود واقعا گلا کیف و مهد و او کسی که باید کرده باسکی و منخواست که بینو به هر حال دفاعی خواه بکن اما حبخواجی سعی کن همه او کسی که نولوان هاتی اینان دعوت کن و بین برنامه خود برنامه هم دید اوج حرکتی که روشن فکران هم خود برنامه و حرکتی که روشن فکران هم